فيادي من صحبته كلبي هوی انکر الاسواد، یادت نرود که نزدیک مدائنیم. مدائن قصباتش از طرفداران پرپ و قارس مختارند. آنقدر ار کن تا دهاتی ها ردمان را پیدا کنند. تعجب میکنم تو که خدای هوش و ذکاوتی چرا مرتکب این خطا شدی؟ در مدائن مختار لب به جنباند، کرور کرور پیشمرگ و فدایی جلویش سرخم میکنند که یک قلمشان کیان ایرانی است. آن وقت تو در خانه اغرب با رستم وعده کرده ای. تو جای امتری سراغ داشتی؟ صد البته. به طرف بصره میرفتیم خطری در کمینمان نبود. صحیح. پس جناب شیخ میل بصره کردند. اری راه باز است و جاده دراز. راست دماغت را ببینی به بصره میرسی. من حرف ناحساب میزنم که بدت میآید. مدائن یعنی ایران، ایرانی جماعتم تشنه خون من و امثال تو. با کدام عقل در این خرابه اتراق کرده ای؟ یبن اشعث، خر ما از کرگی دم نداشت. چرا ولکن نیستی؟ مقصر منم که راه فرار از کوفه را نشانتان دادم. بشکند دست بی نمکم. فرار از کوفه به چه قیمتی؟ ما زین پس داخل آدم نیستیم، داخل گله گوسفندیم. خوشدانان خودتو میتوانی بعدها در کوفه زندگی کنی، آن هم با مردم پر حرف و حدیث کوفه؟ آنقدر حقیر و ذلیل شده ایم که تا ابد باید قید کوفه را بزنیم. کی میداند ما با چه رخت و ریختی از کوفه گریختیم جز خودمان؟ غلامت رستم بداند که میداند برای خبر کردن همه عالم کافی است. خب پوست میش نمیپوشیدی حضرت آدم؟ کسی جبرت نکرده بود؟ چطور وقتی نقشم را شنیدی گل از گلت شکفت؟ تو نبودی که خرکف شدی؟ این بحث و جدل ها چه دردی را دوا می کند؟ از سر درون خبر میدهد ابن زبابی. شیخ دنبال بهانه است راه کش کند به طرف بصره. دلیل ستای غاز می آورد. تو به چه خیره یولاق؟ حوث کله پا چه کردم شمر؟ کله چاق و چله‌ای داری. با گوشت کلت میتوان یک ایل را ولیمه داد. سنان خرابترم نکن. چرا ترش کردی یابو؟ با هم بودن ما در این وانفسا گره تقدیرمان را کور میکند. چه اصراریست با هم باشیم؟ آن روز که آدم بودیم و پشت به پشت هم داشتیم غلطی نکردیم. امروز که میشیم و از جور گرگ آواره. من یکی طاقتم تاق شده شم. هم از آل امیه زده شدم، هم از این زندگی کولیوار گوسفندی. باز ما لحظه غفلت کردیم. تو یک مسخال مخ این شیرین عقل را تکاندی. اتفاقا قصه وارونه است. من شیخ را به راه راست هدایت فرمودم. باور بکنی یا نکنی آل امیه جانش در آمده، مرده. حلوایش را خوردیم و فاتحش را خواندیم. نوبت آل زبیر است و آل فریب. برو. اما بدان آل زبیر مثل آل امیه بوزین باز نیستند که با چون تویی مجالست کنند. در مرام آنان بوزینه حکم سگ دارد و نفسش نجس است. ما را که از جرگه آدمیان راندن، چند سوای اشتر میشویم و آل زبیر نشخار میکنیم. بدرود کل چاق. دلم برای چشم دراندنهای ترسناکت تنگ میشود. شمر، از من میشنوی زودتر از این دیار فتنه‌خیز برو. حتی شده بی خزانه و رستمت. حتما باید منتظر بمانیم تا رستم بیاید. دار و ندارم دست اوست. یه زر و سیم و سکه. چطور به شام برویم؟
اسم شریفتان چی بود خالو؟ چقدر خرفتی خالو، کم 100 بار پرسیدی. خب هوش و گوش کن خالو. ای خالو آدمی فقیری بیچاره هوش و گوشش کجا بوده؟ تو با این فراموشکاری چطور یادت مانده باشم که کجا وعده کردی؟ ای خالو گسن سگی مثل من قول قرار با ارباب را فراموش کند باید اشهدش را بخواند. یک روز شمر به خاطر همین فراموشکاری نعلم کرد مسلمان. رد میخایش هنوز هست. از آن روز به بعد اسم خودم را فراموش کنم حرفایشم را توبه. اسم من زربیست خالو. زربی. ای گوش خالو زربی را نکن فراموش. خالو زربی بیا سواره برویم راه را کوتاه کنیم. تو چه سواره ای خالو؟ خرت راهی کن، من پا به پایتان میایم. ای سواره نه خان خمیر. وقتی ساکت باشیم مجبوریم قدم هایمون بشماریم. گپ بزنیم سرمان بند است راه کوتاه. ولیا گپ چاره راه دراز است. فقط لودگی و پرچانگی کنی خلقم ترش می شود. ولی دل خوش نباشد زبان به لودگی نمیچرخد. خالو مختار کتکت هم میزند. ابدا کتک خوردن مال خر چموش است نه مال آدم چیزفر. خالو خربی من شکل خر چموشم. خربی کدام خریست؟ دور از جان اسم شریفتان خربی نبود. تو واقعا گیجی یا خودت را به گیجی زده ای؟ زربی کجا خربی کجا؟ من زربیم خالو. زربی ای کرگوش نکن فراموش. نان و ماست میخوری یا حلوای تنتنانی؟ شکر. لنگه کفش کهنه در بیابان نعمت است. خوش به حالت که اشتهایی برای خوردن داری. خوشمزه میخوری آدم هوس میکند. بسم الله. دلم لک زده برای ران بره. ترس از دهاتی ها نبود دود و دم مفصلی را میانداختیم. ترس از دهاتی ها به کنار. میخواستی گوشت تنمان را به سیخ بکشی؟ کو برش؟ اینجا دشت میشان است و پر از گله میش. این بیابان تا دلت بخواهد بچه ملخ دارد و خرگوش. البته خرگوش هایش حرام گوشتن. از کجا فهمیدی خرگوش ها حرام گوشتن؟ از رد پایشان. خرگوش حلال گوشت سمش مثل سم گوسفند است و حرام گوشت مثل سم اسب. باریکلا نمیدانستم. مختار چه اربابی است که نوکرش را کتک نمیزند؟ نوکر به فرمانی باشد ارباب چه آزاری دارد کتکش بزند؟ آن هم ارباب دلرحم و مسلمانی مثل مختار. من عطسه کنم مختار دل به باد میده. بارها شده من به جانش نق زدم و اوقات تلخی کردم. او فقط خندیده. خوش به حالت خالو. زربی خوش به حالت خالو زربی. کتک خوردن عادت هر روزه من است. روزی که کتک نخورم خمارم. روزم غروب نمی شود. شم هم مرا ببیند و کتک نزند انگار نمازش قضا شده. شم نماز هم میخواند؟ خدایا توبه. تارک الصلات دشمن خداست خالو. شم لعین هست اما نماز طاعتش بجاست. نماز به کمرش بزند. نمازها صفاک و ظالم نمی شود خالو. بلی منم حیرانم. هم نمازش را به چشمای خودم دیدم هم ظلمش را. از خدا خانه ظلمش را خراب کنم. خراب میکند خالو. همت کنی و دوز و کلک نباشی شمر به سزای اعمال پلیدش میرسه. تو هم عاقبت به خیر میشوی. شنیدی که مختار قول داد آزادت کند و جرمت را ببخشد به شرطی که شمر را تحویل دهی. به ریشت قسم خالو از خدا میخوام به مختار کمک کنم.
تا سر شمر منحوس را ببرد، نه به خاطر اینکه مرا ببخشد و آزاد کند. نه، فحش‌های رکیک شمر به من و نژادم عقده شده گلوگی، میخواد خفم کند. سرم عجم با شمر چه کار کرده؟ از ریخت و نژاد عجم بیزار است. تو رو به خدا، من شکل رستم دستانم؟ این حیوان شکل رخش است. ببین چه کینه از ما ایرانی ها داره، از مسخره کردن ما و نژاد ما کیف میکنن. درست برخلاف مختار که به سنت پیغمبر عرب و عجم را به یک چشم نگاه میکنه. هی به قربان مرام مردانه مختار. خالو تربی مختار به نوکرانش زن میگه. زبان گاز بگیر خالو، چقدر کودنی تو. خوشت میآید من به جای رستم مستم پستم صدایت کنم؟ بابا اسم من زربیست، زبان لال شدت نمیچرخد نگو. قرار شد خالوی خشک خالی صدایم کنی. تربی یعنی چه؟ ای زبان و غلط نکن بیان، ورنه ببینی زیان. رستم چقدر کودنی، چقدر احمقی، چقدر نافهمی. تو نافهمی، تو پشلنگی. چه عدت فاریس خالو، خودت را چرا میزنی؟ من تا کتک نخورم اسم تو را بلد نمیشه. مرا بزن خالو، تو رو به ریشت قسم کتکم بزن تا اسمت را بلد شوم. ای لعنت خدا بر دل سیاه شمر، بی صفت با تو چه کرده؟ عیبی ندارد خالو، هرچه دلت خواست صدایم کن. برزخ میشوی میترسم خالو. قول میدهم برزخ نشوم. پدری از شم در بیاریم که خودش حذف کنه. شم را که تحویل مختار دادیم خودم آستین بالا میزنم و زنت میدهم. برو به پیغمبر. به پیغمبر؟ ای خدا خوبت کنه. بیا سواری خراب شد. شمر، فکر نمی کنی ابن زبیر بهتر از ابن زیاد باشد؟ هر طور حساب کنی باز ابن زیاد اولاست. اونقدر آدم‌های چون ما را خوب میشناسد. فراموش نکن با عمر سعد چه کرد. خرش که از پل گذشت زد زیر همه چیز. تهمت نزن مسلمان. عمر از دست دندان گرد خودش مغبون شد. اولا وعده حکومت ری را یزید به عمر داد، نه ابن زیاد. ثانیاً عمر سعد به کاری که مأمور انجامش بود عمل نکرد. انقدر تعلل و سستی کرد تا عاقبت ابن زیاد دست به دامن من شد. یعنی بیهوده عمر سعد عجزالله میکرد؟ بله، بابت کار نکرده مزد خواستن نارواست، نامشروع است. قرار بود حکومت ری را به فاتح کربلا بدهند، باید به من میدادند. این هم ادعایی است. خدا وکیلی ادعای باطلی است. البته تو در کربلا بیش از همه مؤثر بودی. پشیمان نیستی شمر؟ پشیمان از چه؟ از جنگ با حسین. ابن زبابی، حسین دوباره زنده شود و بخواهد علیه یزید اقدام کند، من باز اولین کسی هستم که در مقابلش می ایستم. قبول نداری ما در قصه حسین فریب یزید را خوردیم؟ چه فریبی، چه کشکی، خدایا توبه. حسین چون نوه پیامبر است میتواند بدعت بیاورد و سنت بشکند و بر خلیفه بشورد. خدا با شخص پیامبر تعارف ندارد. العیاذ بالله. پیامبر قدمی کج برمی داشت، خدا عذرش را میخواست و رشته ارتباط و اتصالش را قطع میکرد. تو این حرفا رو از ته دل میزنی؟ مرا صفی دیده ای یا خیال میکنی جاسوس آل امیه‌ام و قرار است تو را تفتیش عقیده کنم؟ منم دیوانه، رفیقت. ظاهرا ما با هم عقد اخوت بسته ایم. اولا بیعت شکستن با هر خلیفه‌ای بدعت در دین نیست، علل خصوص خلیفه‌ای مثل یزید که آشکارا حدود الهی را می شکست. ثانیاً بیعت شکستن با خلیفه معصیت باشد،
همه کسانی که در صفین بیعت با علی را شکستند معصیتکارند، از جمله من و خودت. چه عرض کنم؟ رستم دیر نکرده؟ تا تو از شک به یقین برسی رستم هم رسیده. از زبان افتاده ای خالو، ساکتی؟ زله خالو، از پیشانی نوشتم زله. ای کاش خدا مرا مثل این درازگوش می آفرید. گفت نخوان خالو، خدا قهرش می آید. زبانم لال که قهرش نیاید. حال روز این خر شرف دارد به من. خدا مرا برای خنده خود آفرید. نعمت زوالیست خالو، استغفار کن. ای خالو، نفست از جای گرم در می آید. باید جای من باشی تا بدانی. یه فشب کله پاچه، یه مشت جسه، یه جو عقل جای شکر دارد. شکر 100,000 مرتبه شکر. تو و انصافت خالو. ارباب قهد بود که خدا دیوی مثل شم را قسمتم کرده. تو جای من باشی تا فیها خالدونت نمیسوزد. نه که نمیسوزه. من جای تو باشم کاری میکنم کارستان. ببین خدا چقدر عزیزت داشته که در آب نمکت خوابانده برای همچین روزی. قدر ندانی سزاوار ظلم. غیرت داشته باشی خدا را خوشحال میکنی و مثل رستم دستان خودمان دیو خلخالی را میکشی. خدا یا توبه. راستی خالو، اینجای صورت شم چرا خالخالی است؟ مرض برس دارد. تنش هم مثل صورت واماندهش لک و پیس است. برس؟ برس چه مرضی است خالو؟ مرضی است مثل ککومه که پوست تن را گلگلی میکنه. نه خطر دارد، نه درد، نه دوا. خود کله قاطرش هم لک و پیسهایش را عزیز دارد. ای تا اون خودش لک و پیسهایش را میبرد. خیال میکند لک و پیسها با آب و حد ترش کرد. ترسناکترش کرده، شمترش کرده. قربان حکمتت خدا. ببین چطور حیوانهای آدم نما را نشان میکنه. شمر مثل همه بود که شمر نبود. مثل نیستی خالو. تو چی؟ خدا خوبت کنه خالو. شکمم به پشتم چسبیده. کی بود ناشتا خوردی؟ نزدیک چاشت است. نهار نخوری؟ میترسم دیر به شکارمان برسه. نترس خالو قربی. تا من خودم را به شم نرسانم شمر از جایش جم نمیخورم. یا دمی بزنی قوطی بخوریم تا حال جون داشته باشیم شم شکار کنیم. فقط به قدری که قوطی بخوریم و نماز بخوریم. آی به قربان ریشت. تا تو دستی به آب برسانی منم رزق روزیم را از فرات برمیدارم. ماهیگیری بلدی؟ به ریخت شیرسوز و جسه ریزم نگاه نکن. جز کشتن شمر کارهایی بلدم که جن و پری بلد نیست. بیا تماشا کن.
شمر ما را با هم دید. پرسید این ینگه ای که به دمت بستی کی باشد؟ چه جوابی دارم؟ بگو همون ساربانی است که ابن زیاد را به زیر شکم اشتر بست و فراریش داد. چه خوشخیال. شمرم آدم سادلوح و عوام باور میکن. خالو تو مرا به شم برسان، کاری میکنم مسخالی شک نکند. خدایا توبه. شمر خدای حق است مسلمان. او چشم عقاب دارد و گوش اسب و دماغ سگ. بوی خیانت را از یک فرسخی میفهمد. شرط میبندم تا تو را ببیند چشم بدراند و نعره بکشد این آدم مختار است. تو هم که زورت به اون نمیرسد. سر جفتمون را گوش تا گوش میبرد. منم دست پرورده اربابی هستم که اربابت را در به در و خرابه نشین کرده. تو شم را به من نشان بده تا ببینی چطور قبض روش میکنم. خوب پیغمبر. بس که قسمم دادی ترکیدم خالو، بس کن. رحمت به شیری که خوردی خالی. قسم دروغ آدم را میترکاند. خداییش تو زورت به شمر نمیرسد. نماز خواندی؟ مجال دادی؟ بیا با هم بخوانیم. ولی اول نماز دوم نهار. من مثل شمر بلدم نماز بخوانم. عیب ندارد؟ نه چه عیبی دارم. اصل نماز این است که دلت را به خدا بسپاری. ماهی نسوزد. بیا خالو، نماز سفر کوتاه است. تا ماهی مغز پخت شود نماز را خواندیم. پس آتش زیرش را کم کنم که نسوزد. الله اکبر. الله اکبر. چه میکنن یزدان؟ حواس ماهی کباب کردن امیر. ظاهرا این رستمک همه فنریف است. در چشم هم زدنی ماهی استید کرد به این بزرگی. ریکارد بشه که نشان بخورد. چه وقت ماهی کباب است؟ غلط نکنم این مردک گورزاد زربی رو خام کرده و عقلش را دزدیده. مصلحت بدانی نزدیکشان شویم. میترسم از چنگ زربی بگریزد. خیلی مراقب باشی یزدان. بو ببرد کمین کردیم دستمون به شم نمیرسد. آسوده خاطر باش امیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله اکبر. سبحان الله. زربی مردی یا نه؟ چه استخوان سنگینی خانم زربی. نه گوشت دلتم بد نیست. بخورم کوسه های شب کیف کنم. امیر شدن چه نباید میشد. زربی را کشت. زربی را کشت؟ به همین آسانی؟
میدانستم بلاحتش نیرنگ است. گمان میکردم از چنگ زربی بگریزد، نه اینکه او را بکشد. من سیخ کنی کرد. خاک سپارم ارباب. نصف عمرم کردی انتر. کدام قبرستانی رفته بودی؟ خدایا توبه، شما را دست بسته پیش مختار ببرند و زنده ولت کنند معجزه نیست. طلاها کن احمق. همون طلاهای بی صاحب حچل شد. در دروازه کوفه عرب شاکری را هم را بست. طلاها را که دید آنقدر نکیر و منکر پرسید تا مرا شناخت. آی خونشون را میخورد وقتی شنیدن شم گروخته. بعدش دستام را بستند، کلاغم کردن، بردن تا پیش خود مختار. حتما تا مختار را دیدی همه چیز را مغر آمدی. به ریشت قسم همه را مغر نیامدم. پرسید شم کجا قایم شده؟ خودم زدم به او در که زبانی بلد نیستم، چشمی بلدم. گول خورد، باور کرد. زربی غلام رش را همراهم فرستاد که بپایم. زربی را بکش و هی بگروز. خاک بر سرمون گناه. این خواستی با یک مسخال مغز معیوب مختار را گول بزنی؟ احمق، تو تومه بودی. من با عقل چندم باز مغلوب مکر مختار شدم. احمق. باید جلپنات جمع کنیم بزنیم به کاک. یبن زبابی، آقا یبن زبابی، این زبابی. خودم دیدم شمشیرش را زیر شادش قایم کرده بود. ابو جهل، زربی را نمی کشتی می توانستیم او را گرو برداریم و جانمان را نجات دهیم. بله حرف حق جواب. پرنده شوی یا خزنده، راه فرار نداری. آمدم کار ناتمام را تمام کنم. به شمشیرت التماس کن، شاید جانت را بخرد. کسی اینجا نیست، برویم.
از تنش بردارید و در توبره کنید تا تقدیم امیر کنید. بقیه چه شدن یزدان؟ جز قاتل زربی کسی در خرابه نیست. همه غار اولا را جستید؟ خبری نیست. یحتمل گریختند. نباید خیلی دور شده باشن. اینجا کجا سنان؟ وقتی سنان ساربانه است میداند اشتری چون تو را کجا بخواباند. ترس از مختار مدت هاست خوابمان را آشفته کرده. تو میتوانی مثل ایام کودکیت امشب عمیق بخوابی و من مثل ایام جوانی بی هراس از مختار به هجده عروسکم بروم. صحیح. پس مجنون آواره ما به بوی لیلی راه کج کرده. قصد ماندن که نداری. مریض بودیم راه کج کردیم. امشب را باید در جای امنی سحر کنیم. سنان، فراموش کردی با چه مصیبتی از کوفه فرار کردیم؟ مأمورین مختار برای شکار ما له له میزنند. میخوایی با پای خود میان تله بروی؟ ما از قلمرو دولت مختار و عجمان پاپتیش دور شدیم. سنان، بی احتیاطی و حماقت ما را به این روز انداخته. کم شکنجه شدیم؟ با چه عقلی در کوره دهی خودمان را حبس کنیم؟ این روزها مختار دیو طمع را به جان خیلی ها انداخته. یک دهاتی فقیر به طمع چند سکه وسوسه شود و ما را لو بدهد تکلیف چیست؟ حکم مختار در این حوالی نافذ نیست. کمچون و چرا کن. قیافت به مرده میماند که از گور برخواسته. بیا برویم امشب خودمان را بسازیم تا بتوانیم به بسته برسیم. من خریت نمی کنم. تو هم خری هم بزدل. پدرش از دل و جرأتش بد نبود. دست انس درد نکند با شیر پسری که ادب کرده. احتیاط نامش ترس نیست سنا. قسم میخورم اهالی این ده حتی نام مختار را هم نشنیدن. همه دین و دنیاشان گاو و خر و بز و زراعتشان است. از همینها باید ترسید. خطر همیشه جاییست که احتمالش را نمیدهی. صاحب اختیاری؟ نه یا من امشب به خانه پدرزنم میروم و مینوشم به نابودی امیر فقرا و ضعفا مختار. سنان، گول شیطان را نخور. تو مدت‌ها از جور مختار آواره‌ای. یک امشب را هم تحمل کن. فردا شب به بصره میرسیم. آنقدر عیش و نوش کن که بترکی. تو نمیفهمی شیخ، نمیفهمی. باید عروس جوانی مثل عذرا در خانه منتظرت باشد تا حال مرا دریابی. بدرود شیخ محتاط، بدرود. نرو احمق، نرو. زندگی بدون حماقت ها چنگی به دل نمیزند. به امید دیدار خر یابو. فقط ابلهی چون او میتوانست سر حسین ابن علی را ببرد.
پاریزت را بچه شده ای؟ چشم نداران خیر ندیده لولو خورخورگه نیست. برو دستی به سر و صورتت بمال. خیلی خیلی خوش آمدید. چشممان به جمالتان روشن. چه عجب یادی از فقرا کردید. اوضاع عراق در هم و بر هم شده بیبی. چند ماهیست زلزله‌ای در کوفه افتاده و همه را به خود مشغول کرده. بلا دور. خرابی هم داشتید؟ کسی که تلف نشده؟ ونی غرض دامادمون از زلزله جنگه، نه زمین لرزه. بیبی هنوز هم که هر روز از دیدن ما رحم میکند. نه که دیر به دیدنش میایی غریبی میکنه. چند روزی کنارش بمانید رام میشود. من وقت زیادی ندارم بیبی. عازم بصره‌ام. راه کج کردم به امید دیدن شما و صد البته وصل عزرا. توقع ترشرویی و تندخویی را ندارم. تو مادری بیبی باید دخترت را طوری ادب کنی که از شوهرش تمکین کند. باور کنید از رای من نه تندخوست نه ترشرو. خب زبان بسته لال است، نمیتواند مثل هم سن و سالانش زبان بازی کند. شما سرور مایید، او را به زبان علیلش ببخشید. تعارف که پاره میکنی بیبی. زن زباندار میخواستم 2-3 تایش را داشتم. هر کدام 40 گز زبان دارن. وراج و پرحرف. بیا بنی خوشگوشتش را برای شیخ کباب کن. بیبی از پختن عذرا غافل نشو. خب کیف احوال قوم خیش؟ چه خبرها؟ ذکر رعیت شکر است. من چه خبر دارم که بوی کشک و پشم ندهد؟ اخبار جنگ خبر است که پیش شماست. خبر ما بی خبری است. خر زاییده و کره خر بازی میکنه. مدت ها بود از ته دل نخندیده بودم. این شوخ‌طبعی و زنده دلی نعمتیست. قدرش را بدان. کاش من هم مثل تو رعیت ساده‌ای بودم و به بز و خر و زمینم میچسبیدم. ای شیخ این چه فرمایشیست؟ مثل ورزا کار کردن و مثل خر حمالی کردن حسرت ندارد. به شیارهای دستم نگاه کن. خیشی که بر زمین کشیدم جایش در دستانم مانده. از کوفه چه خبر؟ هیچ. سگی رفت و گرگی آمد. بدبخت رمو شبان که همیشه خدا باید بلرزند و تکه پاره شود. شنیدم مختارنامی ظهور کرده و دین تازه‌ای آورده. باش دین تازه‌ای می آورد. مختار مجنونیست که فقط با خون آدمیزاد سیر می شود. عجب. مردم یک کلاغ 40 کلاغ میکنن. کلاغ 40مش به ما میرسد. ما شنیده بودیم مختار به طلب خون پسر پیامبر برخاسته. بین گوش تا چشم چقدر فاصله است؟ فوقش 4 انگشت. بین دیدن تا شنیدن فاصله از زمین است تا آسمان. تا چیزی را به چشم خود ندیدی باور نکن. بیا جیره امسالت. دلم میخواهد امشب نه به دین فکر کنم نه به جنگ.
نوش جان، گوشت و خون تنتان شد. حیوان سر آخر بسته که پروار شود؟ دور از جان شیخ. از کی شنیدی اون مرد مقدسی را کشته؟ همه دختران آبادی به شوهرت حسودی میکنن. شوهرت صاحب منصب است، مرد جنگی است. باقی چیزای نشنیده؟ این حرفا بوی خون میدهد. کدام زن عرب به اختیار خود شوهر کرده که تو دومیش باشی؟ خوبه چه فیس و افاده ها؟ از سرت هم زیادی است. نه که 100 تا خواهان پشت در خانه صف بسته بودن برای یه دخترک لال ما. دختر دم بخت شوهر نکند، مردم 1000 جور عیب و علت برایش میتراشند. کجایش پیر است؟ از پدرت قبراقتر است. همین قول یک چشم نبود، از فلاکت و بدبختی مرده بودی. بی آبرویی نکن عذرا. میخوایی از خجالت پیش مردم آبادی آب شویم؟ ای خدا، این چه بلای سیاهی است به جانمان انداختی. عذرا! 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 این پاها بس که در آتش چکمه بودن پخته. دوایش دستان توست و تشتی آب سرد که پاشویم کنی. چشمم روشن، نه که خودت بوی مشک و عنبر میدهی؟ تو همه هیکلت بوی چوپاله میده، از زبان بسته. تا 10 میشه نیامدی طلاقت نمیدم. سرت را گوش تا گوش میبرم. برو گلم، برو عمرم، برو، بدقلقی نکن. 1 2 3 4. نشنیدی؟ نروی سرت را میبرد، طاقت به جگرم میماند. برو. 6 8 بفرما شیخ. خودم چنان اشتمالت دهم و پاشویت کنم تا کوفتگی راه را بالکل فراموش کنم. مردک، دستهای تو مثل سنگ پاس. بابا من زن دارم، زن دارم. دلم میخواد زن خرم پاشویم کند، نه پدر زن نره خرم. خدا به زمین گرمت بزند عذرا. این چه بساطیست پدر سگ. اون شوهر توست، غیر و غریبه که نیست. چرا با حیثیت من بازی میکنی؟ جوون بک شده. امشب یا تو رو میکشم یا خدا رو. بکن بازی شدی پدر با غیرت.
یا